میگه او مردم غیبت علما را نکنین که گوشت علما مسموم است. سکی علما که از هر عالم مثل یک گل و رسال سکن، این یک گل سفید است، یکی گل سرخ است، یکی گل زرد است، یکی گل گلابی است. متوجه شدین؟ علما مثل میوه ها واری هستن. هر عالمه که قولش آدم میخونه مثل که یک میوه خاصی را نوش جان میکنه، مثل لذت میده. یک عالم مثلا مثل که سیب بخوری، بازوجه که یک گپ یک عالم دیگر میشنی فکر میکنی یک دانه ناک هم نخور. صحیح است نه؟ یک عالم دیگر مثلا میخوری میگه او والا صحیح که سخن از بخی هم وار مزه داره. صحیح است نه؟ سکو گپای علما چقدر شیرین است. مرا علما بسیار خوشم میاد. هر عالمی که باشه خوشم میاد بسیار. چرا از گپایشان استفاده میکنم. و کسی که غیبت علما را میکنه مثل چی هست؟ میگه او مردم غیبت علما را نکنین که گوشت علما مسموم است. فهمیدی؟ یکی انسان عامی که هست گوشتش عادی هست، گوشتش میخوری، غیبت که میکنی مثل گوشت یک مرده را خورده باشی. باز گوشت مرده که زاردار باشه و باز بسیار خطرناک. غیبت علما را نکنین، از علما استفاده کنین، از گپایشون بسیار مزه‌دار است. اینال هر عالم که درباره یک چیز گپ میزنه می ذهن انسانه اما تو پرزه مثل که می پیش مستری لایق بری موتر برات پرزه میکنه. این علما هم پرزه های دین برات یک یک تشریح میکنه نظر به مو علم خود دانش خود. یگان تایی که باز غلط میکنه او چی است؟ لباس علما را دزدی کردن. ما را که بسیار تکه کردن می کسایی که عالم نیست لباس علما را چی کردن؟ سرقت مسلحانه کردن. لباس پوشیدن از عالم لکن عالم نیست. المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب